امیرالمؤمنین فرماد لنا ملکون، از برای ما ملکی است، ینادی کل یوم، هر روز داد میزنه، لدو للمات، بزایید عاقبت مرگ است. یه دفعه باید مرد، معطلی هم نداره. حالا یه آدم تصادف با ماشین میکنه، یا زیری چاقو جراح میمیره، یا نمزیری هوار میره، یا این که پناه به خدا سرطان میگیره، 1 سال 2 سال نهره میزنه و میمیر. نمیر خداست و میگن مردن دوا نداره. اما سعدی شما میگه سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز، مرده آن است که نامش به نکویی نبرد.